سلام بیا چی میکنی؟ خیرت؟ ورزش میکردی گفتم مام بیایم امروز ورزش کنم. ورزش دیگه چیه؟ دخترها و زنها رو با ورزش چی کار است؟ ورزش برای مرداست. برو دیگه بگی تا پخته که برو یگان شیر میر برای مجبور که میام برو که میذارم که تماش. چرا تو میگی؟ آقا اینمی کارو با کم بود ورزش شروع کرده. برو تو دیوانه هستی. مادرت ورزش کرده بیت ورزش کرده ما و شما خانمای کدام خانم ما ورزش کرده مادر کلانت ورزش کرده خب نکردن ما میکنم تو چه خاطر چی میکنی؟ به خاطر ساعت خود ورزش میکنم. زنه چی بسیه؟ حالا؟ زنه چی بسیه؟ راست میگه. شما تو دیگ کو تو گلپی پخته کو تو لیرو پخته کو تو بامیه پخته کو تو رو چی با ورزش؟ تندور برو. تو تندور بر تو نکو شور ندی خوده نکن شور ندی که فراشی تا میپنانم سگو در خاندان ما زن طبقه ورزش نکده حق ورزش نداره. در خاندان ما زن طبقه ورزش نکده و زن در خاندان ما ای برای قوم ما بسیار یک دفعه یادم نمیاد باز تو در خانه ورزش میکنی یک دفعه باش پسرم گوش. برای قومتان بده است یا مفکورای شما بسیار تاریک و پسمانده است که دیده نمیتونه یک دختر. الو یک دفعه بیبی میخواست بوکس کنه بابا کلانم از 6 منزل پایین انداخته شد نشد. بابا نکی با پدر خود سیکو اون زمانای سابق بود. حالا اون زمانای سابق حال دخترها میرن 50 سال به شما وقت آمدیم. منتا ورزش در وجود ما نیست در وجود ما از وجود در زنان وجود نیست. ما است. زنا نیست مرا بان که ورزش کنم برات نشان بدم. مادرت ما با ما کاغل میکردیم بوکا کش میکرد 2 دفعه 3 دفعه کش کرد پدر کلانت آمد به در قند ما اثر بام پایید انداختش گفت تو بار این بوکا که کش با خدا قوم خبر شو قوم بوگه خبر چیز؟ ما چه یک چیز از کش کرده خو مقصد او مهم نیست که کشش کرده اینا رو ببر بگم اگه قوم خیش خبر شو عزت و آبروی ما دمی زمین میریزه کلا که دختر جنبو ورزش شروع کرده. جنبوره نام جنبو نکنی جنبو غیرت داره جنبو پدر گوش کو. نام پدر خدا گیره جنبو پدر جنبو پدر جان بگو پدر جان گوش کو. 2 دفعه نه پدر جان یک دفعه پدر جان گفته بگو 2 دفعه پدر جان 2 تو دفعه چون پیش 1 دقیقه مرا بان که گپ بزنم کت پدرم بگو گپ بر بچه هر چیز اوکی است بچهت بکنه بر دخترت نیست ای ورزش کنه ای بیرو بره ای هر کار کنه ای ورزش کنه ای بیرو بره ای پانتون بخانه ای خانه بره شکر بره کتی بچه ای 2 شو 3 شو نبه خانه کتی بچه باشه دمیله شب نشینی کنه پروانه داره چون بر مای بس تنها ورزش گفته به یک ورزش اجازه در روی اولی خانه خود میکوشی سکته میکنه دیگه روز تو بیادر بسی تی از من دفاع کنی پدر من بفهمانی تو میایی برای کلمه زدن با خدا که رفیقای من خبر شد ورزش میکنه به والا که دیگه کتما یکی بگرده در کوچه بگه خوار ورزش چقدر نه کالایم خراب است نه کدام جای بیرون رفتیم در روی اولی خانه خود با ورزش میکنم این زبان شروع کرد برا ما افغان هستیم ما غیرت داریم ما خاطر زمین غیرت 45 سال است که جنگ از در کشور ما 45 سال به حساب غیرت ما در بدر و خاک بسر هستیم 45 سال است که ما مسافر هستیم برکتی مادر دفترخانه که ما اینم تو کورزین نمی پتمی بچه تا اجازه بده کورزین تو کورزین بانه پس رفته بانه دختره اجازه نده جنگ اینم تو چند سال دیگه هم ادامه پیدا میکنه برو اینه ورزش یک ورزش سو پاتاتو خورد پاتاتو رو یک دو سی چاو بابا چرا بیزی از شاد میکنیم پدر